تو کل تاریخ فوتبال فقط یک هافبک واقعی بوده که تونسته تو قرن 21 توپ طلا بگیره. تو دنیایی که این جایزه معمولاً میرسه به گلزنا و وینگرای پرزرق و برق یا ستاره‌های هجومی، این آدم بازی رو عوض کرد. نه هتریک میزد، نه گلای عجیب غریب میزد، ولی هتریک ها رو میساخت با پاس‌های دقیق، هوش نایاب فوتبالی و خونسردی یک فرمانده وسط جنگ. بازی سازی رو تبدیل کرد به یک هنر. دیدش خارق العاده، تأثیرش کامل. بازی رو مثل یک استاد شطرنج میخوند. همیشه یه پاس جلوتر بود. فقط یک بازی ساز نبود، یک نماد بود، یک رهبر، یک نیروی ساکت که حریفا ازش میترسیدن و همتیمیا بیچونه چرا دنبالش میرفتن. و تو سال 2018 بعد از اینکه تیم کشورش رو برد تا فینال جام جهانی و باشگاهش رو تا اوج اروپا رسوند، تأثیرش انکارناپذیر شد. اون سال تونست با ارزشترین جایزه فردی فوتبال رو ببره و هنوزم که هنوزه تنها هافبک واقعی قرن ماست که توپ طلا گرفته. حالا سوال اینه، اسمش رو میدونی؟ تو کامنت ها بنویس و نشون بده چقدر فوتبالی هستی.